سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام توی این ویدیو کیک شیفون درست کنم و همراه شما خامه کشی و گانش کشی رو هم انجام بدم. تصویر مواد لازم رو ابتدای ویدیو براتون گذاشتم. 2 تا تخم مرغ دارم که زرد و سفیدش رو از هم جدا میکنم. بعد شروع میکنم با همزن که دقت کنین حتما سری همزنتون تمیز و خشک باشه. اول سفیده رو هم میزنم. همزمان شکری که برای سفیده بود رو برمیدارم و آروم آروم طی چند مرحله به سفیده اضافه میکنم. هر بار کامل هم میزنم که دونه های شکر داخلش حل بشن. هم زدن رو تا جایی ادامه میدم که سفیده ها کامل فرم بگیرن و وقتی ظرف رو برمیگردونین از داخل ظرف بیرون نریزن. برای این مرحله اول پودر کاکائوتون رو به آب داغ اضافه کنین و کاملا هم بزنید و بذارید یه مقدار خنک بشه. بعد به زرده، وانیل، نمک، شکر، روغن و اون مخلوط آب و پودر کاکائو که یه مقدار از حرارت افتاده و خنک تر شده رو بهش اضافه میکنیم و 6 دقیقه با دور تند همزن هم میزنیم. همونطور که میبینید رنگ مواد کاکائو یه مقدار روشن‌تر شد. حالا سفیده‌ای که هم زده بودم و آرد و بیکینگ پودر که با هم الک شدن رو مرحله به مرحله به مواد کاکائویی اضافه میکنم و هم میزنم. اولیش رو با همزن هم میزنم، بعد از اون دیگه همزن نیازی نیست و میتونید با دست هم بزنید و اصطلاحاً مواد رو با هم دیگه فولد کنید. این کار رو با حوصله انجام بدین که پف موادتون گرفته نشه. من چون میخوام مینی کیک درست کنم قالبای 10 سانتیم رو برداشتم، کفش کاغذ روغنی میندازم و از موادم داخل قالبا میریزم. سعی کنین حداقل 1/3 از سر قالباتون خالی باشه. فر رو از 1 ربع قبل با دمای 175 درجه میذارم گرم بشه و به مدت 45 دقیقه کیک ها رو داخل فر میذارم تا بپزه. بعد از اینکه تایمش تموم شد بهش فرصت میدم که کاملا خنک بشه و اینطوری با چاقو دور تا دورش رو از قالب جدا میکنم و کیک ها رو در میارم و کاغذ روغنیش هم که جدا کردم. با کمک ابزار کیکم رو لایه لایه کردم، حدوداً هر کدوم 2-2.5 سانت. از چاقو هم میتونید برای این کار استفاده کنین. خامه قناتی رو از فریزر در بردم، گذاشتم یخش آب بشه و با همزن شروع میکنم به هم زدن. تا زمانی که کاملا فرم بگیره من چند بار دورگیری میکنم و مجدد هم میزنم. چون دوست داشتم طعم خامم شکلاتی باشه، بعد از اینکه کامل فرم گرفت بهش پودر کاکائو اضافه کردم و مجدد هم زدم. خامه رو داخل قیف ریختم. قبل از اینکه شروع به فیلینگ گذاری کنم لایه های کیک اسفنجیمو با شیر کاملا تر کردم. این باعث میشه که کیکتون خیلی تر و خوشمزه تر بشه. بعدم همونطور که میبینین یه لایه نازک خامه زدم. حالا هر چیزی که دوست دارین میتونین مابینش بذارین، موز، گردو، شکلات چیپسی، نوتلا، کارامل، هر چیزی که دوست دارین. بعد هم دوباره روشو با خامه پوشوندم و لایه بعدی کیک اسفنجی گذاشتم و تا آخر این کار رو ادامه میدم. بعد از اینکه فیلینگ گذاری تموم شد با خامه‌ای که باقی مونده دیواره های کیک رو خامه میزنم که کاملا اون درزای بین لایه های اسفنجی پر بشه از خامه. چون بعداً میخوام گاناش کشی کنم دیگه گاناش اون لایه ها رو پر نکنه، همش همون خامه و فیلینگ های داخلش باشه.
بعد از این کار کیکم رو داخل یخچال میذارم و اجازه میدم کیکم استراحت کنه. تو این فاصله گاناشم رو آماده میکنم که برای درست کردن گاناش از شکلات سکه‌ای و خامه‌های صورتی استفاده میکنم. شکلات ها رو 30 ثانیه داخل مایکروفر گذاشتم، میارم بیرون، هم میزنم، مجدد این کار تکرار میکنم تا جایی که کاملا آب بشن. بعد هم خامه صورتی که به دمای محیط رسیده رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم و گاناشم آماده است. نسبت شکلات سکه‌ای به خامه‌های صبحونه که برای این کار استفاده می‌کنیم 3:1 هستش تقریبا. مثلا اگر 1000 گرم شکلات سکه‌ای برمی‌دارین 300 گرم خامه صبحونه کافی هستش. قالب کیکم 10 سانتی بود، پس از فلکسی‌های 11 سانتی استفاده می‌کنم. اولین فلکسی رو زیر کیک در واقع چسبوندم، اون قسمت زیر کیکم قرار می‌گرفت، برگردوندم. فلکسی دوم رو بهش کاغذ روغنی چسبوندم و روش یه لایه گاناش زدم و گذاشتم روی کیک. دوباره برگردوندم که اون کاغذ روغنی بره زیر، به خاطر اینکه اون قسمت بالای کیکمه و کاملا صاف و یه دست در میاد با کمک اون کاغذ روغنی. بعد با کاردک گاناش رو به کل دیوارهای کیکم میزنم و اضافه هاشو هر بار میگیرم. این کارو تا جایی ادامه میدم که بدن کیکم با گاناش کاملا صاف و یه دست بشه. توی این مرحله میتونین روی کاردکتون آب جوش بریزین تا داغ بشه و بتونین بهتر گاناش دور کیک رو صاف کنین، چون که کیک داخل یخچال بوده. وقتی گاناش رو به بدن کیک میزنی خب سری خودش میگیره و یه ذره صاف کردنش سخته. مرسی که با من بودین. توی ویدیو بعدی فوندان کشی رو با هم میبینیم.